دوستان سالن 2009 هدلایتش بسیار کثیف بود. اینم قبلا مثل اون بود. حالا من دوباره اینو نشون میدم چجوری میشه به راحتی دوباره زندهش کرد. تنها چیزی که ما احتیاج داریم یه رابینگ کامپاونده که پالیش خیلی نرمه که میتونه یه لایه از روی کلیر کود یا از روی اکسیداینی که روی لنز چراغ جلو شده برداره و امتحانش میکنیم. ما قراره روی این هدلایت امتحان بشه. کافی یه مقداری از روش همینقدر کفایت میکنه. البته اگه بخوایم مثل حرفه این کار رو بکنیم باید تمام این دور رو کاور کنیم با چسب کاغذی که رنگ ماشینتون وقتی پالیش میکنیم دمیج نزنه. ولی خب من خیلی سریع میخوام انجام بدم. تموم شد برمیگردم. خب تمام چراغ جلوی ماشین رو کاور کرد. یه چند لحظه صبر میکنیم. الان آفتابه که یه مقداری خودش رو بگیره. تنها چیزی که احتیاج داریم یک وسیله‌ای که بتونیم این رو به صورت دورانی روی لنز انقدر بمالیم که دیگه نبینیمش. انجام میدم بهتون میگم چجوری. اینو همینجوری شما بعد از هر چیزی میخوای شروع کنی به حرکت دورانی. حالا من برمیگردم نشون میدم تموم شد. حالا پالیش که همون رابینگ کامپاوند رو مالیدیم روش. کافیه که یک پارچه دیتیلینگ یا مایکروفایبر داشته باشیم تا اینو پاکش کنیم تا نتیجه بهتر بده. خب هدلایت همونجوری که میبینید ریستور شد. حالا این قطعات پلاستیکی هم باید با یه ماده دیگه ای که کریم ماننده تمام مولدینگ های ماشین دوباره زنده میشه.